من بردیب جلو انا رایون شهرنو جماعت سیلبور انا دیهای فیض‌آباد میشم. من امی 10 کس بود. امی ده یا بچه یا مش زدیم ما چیز داد ارگان شهرنو داد شهرنو مرا چیز کرد و انا دیل آواز کرد. بعد دیل آواز کردن من خواستم که یا اولکت گیرم. من در مقصد داد که همین اولکت نغزه یار بزرگ مهر اولکت گرفتیم. من در گفت که همین یکی مزار تاجیکی بیار من تو دا اچمتیم. من 26 دکبر 2000 بعد دکبر دا گرفتم. بعد 5 روز من در گفت که بیا. بعد 5 روز رفتم. انا 5 میلیون بردم. من گفت که پگا بیا من توی میبرم. و من پول دادم. پس 10 روز گذشته بود. بعد من ششم دا برده همین گنرال خودش به دست خودش اسپورید. بعد من کم کردم. پس بچه‌م دا گفته که $2000 بیار من توی میبرم. و من مکم بودم. بچه‌م ای ترسیش همین رفته ای خلق همین چیز آدمو جمع کرده 1,500,000 یافته. با $1,500 آورده داده. بعد من 2 ماه سزا خوب کردم. بعد سزا من 4 سال داد. من بعد 4 سال دادم. پس من یوان رفتم. یوان دا رفتم. بعد بچه‌م پیش بزرگان میبینه که من اتام همه گریپ تو انا رفت تو هدای کار نبرم تو اتام فریب کردی. بعد گفته که من پول اتاق در رسوت کردم و نمیتونم. من اینده تو چی کردم هم بهانه کردم. 6 ماه بچه‌م دوام بچه‌م پول گرفته نتونست. بعد گرفته نتونست. بعد من مراجعه کردم اتاق همین تلفن کردی گفت که اتاق هم خیلی من خودم راون با میگیرم. همین داوداب کتی دیگه بچه‌م منم سر نداد. من چی کردم با من جزر من گفتم همین یارو بزرگا تو ای من $1,500 تاجیکی گرفتی. ای بچه‌م $1,500 گرفتی. تو چیکار کردی؟ انا مرا وای سیزو کتی گپ یک بوده. ما گرفته همه خیلی دل کرد روی کرد. ما فکر کردم که این میبره این ما فکر کرده برده گنرال پروکاتور دا چیز کرد. انا خیلی کار کرد. یگان نازک نکرده تا کی باشد من فکر کرد. امروز میتیم پگا میتیم گفته بچه‌م 6 ماه دوام. من امروز خبر یافتم که تشکیلات خارجی یارو مکافات پولی میدادن. لیکن من همه میدونم که وای یارو یا ماشینی فریبگر همین خلق پولاشو گرفته نداده سرگردان کرده خفاش شده هم خیلی کرده گشته بودم. وای چیکار وای مکافات میداده. وای یا آدم ماشینی باشد آدمای فریب کند آدمای پولش گیرد سرگردان کند. امروز بیا پگا بیا گفته ما بچه من هم 6 ماه دوام دگم خیلی کردم. برای من وای یک فریبگر